سلام سلام به شما عزیزان، شما بیننده عزیز. ما امروز فرودگاه یا یکی از فرودگاه های بین المللی ترکیه در استانبول هستیم. فرودگاهی که تازگی ها پروازهای زیادی رو دارن ارائه میدن و به سمت ایران خیلی از این فرودگاه پرواز میکنن. دلیلش هم مناسب بودن یا ارزون بودن قیمت بلیط هاست. اسم این فرودگاه هم که ذبیح گوکچون هست اگه اشتباه نکنم. فرودگاه ذبیح گوکچون توی استانبول. شما موقعی که از اینجا میای، موقعی که از هواپیما پیاده میشی، میای به سمت پروازهای یا گیت های بین المللی. اینجا یک کنترل کوچیکی میکنن و میای داخل این قسمت میشی. داخل اینجا هم مثل فرودگاه بزرگه یا فرودگاه نوساز استانبول مغازه های زیادی داره که میبینید. مغازه های زیادی اینجا دارن مثل همه فرودگاه های بین المللی. و عرضم به حضور شما این قسمت رو از قسمت فروشگاه ها و اینها رد میشین. اینجا هم که تابلو زده که میرید به سمت گیت های پرواز. اینجا هم دوباره فروشگاه هست، مشروبات 14 یورو و 19 یورو و اونجا دوباره مشروبات اینا هست 18 یورو 16 یورو. در هر صورت بماند این کاسبیا و اینا توی همه فرودگاه های بین المللی هست و قابل توضیح هم نیست، چون همه ما میدونیم که اینجا خیلی گرونه و ارزش نداره که آدم چیزی بخره. خب طبقه بالا، یک سری از گیت ها طبقه بالاست که اینجا میره بالا. باز بالا دوباره فروشگاه و اینا هم هست دقیقا مثل پایین. طبقه پایین گیت ها باز اینجا دوباره هست. اینجا معمولا پروازهای ایران معمولا به سمت راست، سالن های سمت راست، به خصوص گیت های 301 تا 307 تا 304. باز گیت های 301 مثلا 301 A B C D داره، بستگی به پروازتون داره که خیلی راحت پیدا می‌کنید. یکی از نکات خیلی خوبی که تو این فرودگاه از نظر من کار کردن اینه که گیت ها رو روی زمین با رنگ های مختلف نوشتن. مثلا گیت 301 تا 307 فقط این خط رو بگیر و برو تا به این گیت ها برسی. یا گیت 201 تا 203 با خط آبی، یا 204 تا 205 گیت رو با رنگ قرمز مشخص کردن و همچنین گیت 501 تا 508 با رنگ بنفش بگم که مشخص کردن. همونجوری که گفتم گیت هایی که مربوط به ایران میشه، پروازهای ایران، معمولا سمت راسته. اونم بین گیت های 301 تا 307 یا 310 معمولا گیت هایی که مربوط به پروازهای ایران میشه. شیراز، اصفهان، مشهد، تهران معمولا از این گیت ها میرن، تا جایی که من هم روی تابلوها دیدم، هم از مردم پرسیدم، هم خودم تجربه کردم. اینجا فرودگاه ذبیح گوکچون هست. فرودگاه کوچیک ولی یک ایرادی هم داره. خب فرودگاه قدیمیه. تو تصویرم که میبینید سقف فرودگاه یا سقف کلا ساختمون اکثر سالن‌هاش کوتاهه. اینجا هم که میبینید کوتاهه. الان هم تابستونه و طبیعتاً یه خورده هوای آزادی نداره، یه خورده خفه است، یه خورده گرمه. یک سری جاها چرا مثلا حالا اون جلوتر باز سقف یه خورده بالاتره و یه خورده ای میشه گفت که هوا آزادتره. ولی خب در کل
فرودگاه خوبیه، پروازهاش خیلی راحت پیدا میشه و اینکه پروازهایی که مال این فرودگاه است یا مربوط به این فرودگاه هست معمولا پروازهای پگاسوس ایرلاینه. ترکیش ایرلاین اینجا مثلا نمیاد، خیلی به ندرت میاد. مثلا من بیرون موقعی که نگاه کردم هواپیماهای ترکیش ایرلاین اینجا نبود. اینجا معمولا پروازهایی که مربوط به ترکیه میشه پگاسوس ایرلاین این فرودگاه مربوطشه. و مثلا توی فرودگاه بزرگ استانبول، فرودگاه نوساز استانبول، پروازهای پگاسوس ایرلاین اونجا باز نمیرن. آره این هم از یکی از فرودگاه استانبول، فرودگاه زبیه گوکچل. Lütfen dikkat. Air Arabia Abu Dhabi 3L364 sefer sayılı Abu Dhabi yolcuları için son çağrıdır.